شرکت موبیلی بابیلون موبایل با راه اندازی یک مسنجر تحت عنوان موبی گپ برای شهروندان تایسان برای علاقه ارزانتر و آسانتر و مناسبتر تحت عنوان موبی گپ را راه اندازی نموده است. طور متخصصان این شرکت میگویند الکی این موبی گپ مورد بهره برداری قرار داده شده است و در اونجا ترتیب یا نحوه به کار اندازی آن مشخص گفته شده است. طور آنها میگویند وقتی که شما میخواهید که از موبی گپ استفاده کنید طریق سیم کارت بابیلون میتونید که در تماس شوید با نزدیکان خودتون چی در داخل تاجیکستان با نرخ ارزانتر یعنی 3 درم در تماس شوید و یا از طریق شرکت های دیگری تلفنی در بیرون تاجیکستان در هر گوشه جهان با نرخ 1 دقیقه برابر با 12 درم در تماس شوید. متخصصان این شرکت میگن که خیلی موافق تر است و در این شب و روز میتواند یک خالیگاهی را که پس از بسته شدن NJN در خارج تاجیکستان از طرف خدمات علاقه پیش آمده است این خالیگاه را پر کند. امروز نماینده خدمات علاقه تاجیکستان گفت که تا هنوز در مورد بسته شدن یا که محدود کردن مسنجرهای مثل واتس اپ، ایمو و دیگر نوع‌های مسنجر هیچ گونه اقدام صورت نگرفته است و آنها هنوز هم مورد بهره برداری قرار دارند و حالا هیچ تصمیم نهایی در مورد بستن آنها پیش نآمده است. همین طور بابیلون موبایل توانست که در همین شب روز همچون تحفه سال نوی برای شهروندان کشور این مسنجر تازه را راه اندازی کند. متخصصان بابیلون موبایل میگویند که تقریبا این موبی گپ مثل مسنجر چی گپ اتصال است که در چند پیش اون راه اندازی شد ولی تا کدوم اندازه موبی گپ موفق میشه و تا کدوم اندازه هم گفتگوی تلفنی با نرخ ارزان را چی در داخل و چی در خارج تاجیکستان فرا خواهد گرفت هنوز چیزی گفتن اندکی بر وقت تر است. میرزا نبی خالقزاد، شادمان یتیم، رادیو آزادی دوشنبه.